با سلام و درود حضور شما همه سروران و بانوان فارسی زبان دنیا. امیدوارم که حال دل همه شما خوب باشه عزیزان. دوستان، در این مبحث تصمیم گرفتم یک دیالوگ بین فرکویفر فروشنده و اشتودنت دانشجو im Schreibwarengeschäft در مغازه نوشت افزار یا لوازم التحریر برای شما به اشتراک بذارم که در آن خیلی مطالب جدید، ورد شاتس، کلمات مهم، اسامی مهم وجود داره که یادگیری آنها برای شما بسیار قابل توجه خواهد بود. دانشجو میره در مغازه لوازم التحریر im Schreibwarengeschäft. فروشنده از اون سوال میکنه Verkäuferin: Guten Tag, was möchten Sie bitte? روز بخیر، شما چه چیز میخواهید؟ دانشجو در جواب میگه Ich möchte einen Kugelschreiber, eine Schachtel Filzstift. دانشجو میگه من یک خودکار، یک جعبه ماژیک میخواهم. کوگلشرایبر خودکار، شاختل جعبه، فیلزشتیفت ماژیک. در ادامه دانشجو بهش میگه Wie viel kostet der hier? اینا قیمتشون چند است؟ Verkäuferin میگه 5 Euro. فروشنده میگه 5 یورو. دانشجو Student: Das ist aber sehr teuer. این اما خیلی گران است. Verkäuferin: Ja, sie ist prima Qualität. فروشنده تایید میکنه، میگه بله گرونه ولی جنسش عالیه. پریما عالی، کوالیتت جنس کیفیت. Student در ادامه میگه Ich möchte noch 2 Radiergummis, 3 Bleistiftspitzer und 4 Schachtel Buntestift. دانشجو در ادامه میگه که من 2 پاکن میخواهم، رادیه گومیز. این اس در انتها یک واژه انگلیسی هستش که در زبان آلمانی هم رایج پیدا کرده. اس وقتی در آخر اسمی قرار میگیره جمع میشه دوستان. اینجا ما بیشتر از یکی یعنی 2 رادیه گومیز، 2 پاکن. پس شد 2 رادیه گومیز، 2 پاکن، 3 Bleistiftspitzer، 3 مداد تراش und 4 Schachtel Buntestift و 4 جعبه مداد رنگی. Student در ادامه میگه Ich möchte noch 5 Schreibhefte, 6 Papierschnitzel, 7 Pappdeckel, 8 Papiere, 9 Postkarten, 10 Durchschlagpapiere, 11 Klettstreifen, 12 Filzstifte, 13 Zeichenpapiere, 14 Erlebnishefte, 15 Schreibmappe, 16 Briefpapiere, 17 Zahlungsterminshefte, 18 Gratulationskarten, 19
Geschenkpapiere, 20 Umschläge, 21 Tinten, 22 فاربشتیفته. پس دانشجو در ادامه گفته بود که 5 تا دفتر یادداشت، 6 تا کاغذ چرک نویس، 7 تا مقوا، 8 تا کاغذ، 9 تا کارت پستال، 10 تا کاغذ کاربن، 11 تا نوار چسب، 12 تا ماژیک، 13 تا کاغذ نقاشی، 14 تا دفتر خاطرات، 15 تا پوشه، 16 تا کاغذ نامه، 17 تا دفتر سررسید، 18 تا کارت تبریک، 19 تا کاغذ کادو، 20 تا پاکت، 21 جوهر، 22 تا مداد رنگی میخواهم. در نهایت دانشجو میگه که wie viel kosten alles zusammen؟ قیمت همه با هم چند می شود؟ Verkäuferin در پاسخ میگه Das kosten alles zusammen 400 Euro. اینها همه با هم 400 یورو می شوند. دانشجو در ادامه بازم از Verkäuferin سوال میکنه Entschuldigen Sie bitte, wie viel kostet eine Schachtel Buntestift؟ دانشجو میگه عذرخواهی میکنم، لطفاً به من بگید یک جعبه مداد رنگی قیمتش چقدر میشه؟ Verkäuferin در ادامه میگه که 13 Euro. فروشنده میگه 13 یورو. استودنت باز ادامه میده Tut mir leid, ich habe kein Kleingeld. متاسفم، معذرت میخوام، من پول خرد ندارم. دانشجو ادامه میده Mein Geld ist 1000 Euro Schein. پول من یک اسکناس 1000 یورویی است. فروشنده Verkäuferin در پاسخ میگه Das macht nicht. Hier ist 600 Euro zurück. فروشنده میگه اصلا مهم نیست، باقی پول شما 600 یورو، اینم خدمت شما مسترد میگردد. دانشجو در ادامه میگه که Danke sehr, das sind alles richtig. Auf Wiedersehen. دانشجو میگه که خیلی متشکرم، همه اینها درست هستند. خداحافظ و به امید دیدار. خب دوستان و سروران عزیز، امیدوارم که این دیالوگ کوتاه هم مورد پسند شما قرار گرفته باشه. در مبحث بعدی من سعی میکنم لغات مهم و اسامی مهم در حیطه لوازم التحریر رو با ذکر معانی براتون بنویسم تا اطلاعات عمومی شما در این رابطه هم بیشتر و بیشتر بشه. پس تا درسی دیگر و دیداری دیگر، مانا و پیروز باشید. بدرود.